زمان کودکی یادت میاد چه رویاهایی داشتی و چه آینده‌ای برای خودت تصور میکردی؟ اگه زندگی امروزت آن چیزی نیست که به دنبالش بودی، به این خاطری که تمام عمر مشغول کارهای بیهوده بودی. اگه فردی دنبال موفقیت هست، باید نظم داشته باشه و تایم هایی که از عمرش میگذره را براش برنامه داشته باشه. توی این ویدیو 4 نشونه بهت میگم که اگه تو هم این نشونه ها رو داری، بدون عمرت داره بیهوده هدر میره و باید براش کاری کنی. قبل اینکه برم سراغ این نشونه ها، اینو هم متذکر بشم که خیلی از آدم ها با وجود داشتن این نشونه ها نمیخوان قبول کنن که زندگیشان در حال هدر رفتنه. خب بریم سراغ این نشونه ها. 1. زمان زیادی رو صرف کارهای بیهوده میکنی. تا حالا چند بار برات اتفاق افتاده رفتی سراغ گوشیت و شبکه‌های اجتماعی رو گشتی تا به خودت اومدی دیدی 2 ساعت الکی داری همینجوری وقتتو تلف میکنی؟ کاری که باید بکنی اینه: کارهایی که توی 24 ساعت آینده انجام خواهید داد رو حتما بنویس. اینکه اون کار چی بوده و چقدر واسش زمان گذاشتی رو بنویس. این کار باعث میشه اشرافیت بیشتری بر روی زندگیت داشته باشی. قبل دیدن ویدیو، اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومده، لایک کن تا بریم ادامه ویدیو رو تماشا کنیم. 2. به همه چیز و همه کس غر میزنی. قطعا توی زندگیت آدم‌هایی بوده که از زمین و زمان شاکی بودن و فقط غر میزدن. اگه تو هم تبدیل به همچین آدم‌هایی شدی، باید بگم متاسفانه انرژی‌های منفی زیادی رو وارد زندگیت کردی و داری عمرتو تلف میکنی. راهکاری که اینجا وجود داره اینه که افکارتو تغییر بدی و با آدم‌های موفق نشست و برخاست کنی، چون اونا سرشار از انرژی مثبتن و رفته رفته روی تو تأثیر مثبت رو خواهند گذاشت. 3. در مورد خودت منفی بافی میکنی. به عقیده هنری فورد، مالک شرکت خودروسازی فورد، چه به این فکر کنی که میتونی و چه به این فکر کنی که نمیتونی، در هر صورت حق با توه. یک مثال در مورد منفی بافی بگم. مثلا تو میخوای یک کسب و کار مستقلی داشته باشی. دوست داری از کارمندی بیای بیرون و پادشاه زندگی خودت باشی. ولی ته اون ذهنت میگه تو نمیتونی برای خودت مستقل بشی. تو لیاقت زندگی بهتر رو نداری. نتیجهش میشه شکست و دوباره میری کارهای بیهوده انجام میدی که جز بدتر کردن شرایط زندگی چیزی نداره. پس چارش اینه که دوست من به کلمه ها و حرف هایی که میزنی مخصوصا در مورد خودت دقت کنی. سعی کن روزانه عبارات تأکیدی مثبت بگی و افکارتو نسبت به زندگی تغییر بدی. 4. هیچ برنامه‌ای برای آینده نداری. همانطور که اوایل ویدیو اشاره کردم، کسی که میخواد موفق باشه باید نظم داشته باشه، برنامه داشته باشه. کسی که برنامه نداره مانند قایقیه که توی دریا سرگردانه. دوست من، اگه بی برنامه بودی قبل این ویدیو، ازت خواهش میکنم از امروز برای تایم های روزانت برنامه بچینی. البته اگه میخوای موفق باشی. خب به پایان این ویدیو رسیدیم. رفیق، یه چیزی صادقانه بهت بگم. تو اگه این ویدیو رو دیدی و از اون 4 نشونه حتی یکیشو هم داشتی، بیای بگی نه من این نشونه ها رو ندارم، بدون فقط خودتو داری گول میزنی و همیشه یک فرد شکست خورده‌ای خواهی بود که فقط وقتش داره تلف میکنه.
سوالی که مثل همیشه آخر ویدیو ازت دارم و میخوام برام کامنت کنی اینه: کدوم یکی از نشونه‌هایی که گفته شد میتونه تهدید جدی‌تری برای زندگی من باشه؟ ازت میخوام زیر همین ویدیو نظرت رو واسم کامنت کنی.